وقتی ما تفسیر سوره ضحی را میخونیم چه عجیب است. خداوند جل و علا به پیامبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم منت میگذارد و میگوید الم یجدک یتیما فآوی. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا ما تو را یتیم نیافتیم و سرپرستیت نکردیم؟ و وجدک ضالا فهدی، آیا تو را رهگم نیافتیم و هدایت نکردیم؟ و وجدک عائلا فاغنی، و تو را فقیر یافتیم و بی‌نیاز نمودیم. فاما الیتیم فلا تقهر، پس تو نیز ای محمد صلی الله علیه وسلم یتیمان را میازار. و اما السائل فلا تنهر، و مستمند و نیازمند را مران، با درشتی مران. و اما بنعمت ربک فحدث، و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن، آشکار کن، سپاسگزار باش.